چشماتو محکم که یابور چشماتو محکم که چشماتو قانتازان خداوند شفای کامل بده. دخترچهای ما هم بسیار معیبی سخت شدن. اینه در شهر تنبوف 20 روز میشود. السلام علیکم برادرای عزیز، امیدوارم که خوب هستین، سوق سلامت هستین. برادرای عزیز، یک авария شده بود، یک авария سخت. اول از شما خواهش میکنم برادر جانم، به خاطر الله ای شیرمردو، ای شیرای خدا، از شما خواهش میکنم. الله شاهده برادر، برای با منفعت مرا همین یگم چیز نداره. پروستا دلشش گوش کنین میفهمین ده. همین یوتیوب پدانالات همین را میخواه که وقتی که لایک کامنتار هم میگذاری همین نواری ما پهن میشود. برادرای عزیز، من خواهش میکنم از شما، التماس میکنم که همین لایک و کامنتار گذاریم برادرای عزیز. تو استی خوراکی که میبینین نه صورتش برآمد صورتش. برادرای عزیز، این خوراکی که شما میبینینش یا در авария دچار شده بودن، در авария دو برادر گذشته شده بود، یک خواهر گذشته شده بود با یک برادر دیگه. یک برادرش از داغستان بود، الله اعلم، یک دخترکش از تاتارستان بود. او هم گذشته شدن توی دو ماشین ایش به ایش میزنه. اینجا صدمه وزمین بود. یک چند تا دیگهش زخمی بودن، این حال رویشون کردن. نیکی همیش به حد سیتواسیش وزمین. الله برکتش بده. سطر قطعی خواهر اسلامی من میگه کننده برادر عزیز، پدر تو زورش نیاید که نیکگده در بالای اکران نمیبروید و بگه که ای برادرو، ای مهاجرو، یعنی که مرا یاردم کنید، دستگیری کنید. هر یک تای ما و شما باید باشیم در می سیتواسیا. باید ما بیسی فکر کنیم که ما هر یک تامون خواهر داریم، ما هر یک تامون فرزند داریم، ما هر یک تامون زن داریم. باید که ما ایرا یقین بیسیم فکر کنیم برادر عزیز. برای برادرو خواهش میکنم، چند قره که زورتون میرسه همه پدر همه برادر در برش چخ بیسه. نگاه کنین که برادر عزیز، همه ما هیچ کس نیستیم ده پراویلا برادرو. نیک یک دشمن داریم، یک دشمن داریم که به حالمون یا میخنده یا که یگون گپمون میگه. نمی خیلی هست برادرو. بگذار ما دشمن خرسان نکنیم، بگذار همه پدر دشمنوش خرسان نکنه. یعنی که دستگیری کننده برادر عزیز، از شما خواهش میکنم، خواهش برادرانه میکنم که یک دستگیری کنین، یاردم کنین. انا همه خواهرک دلش توبه چه بگذرونن. کدامید که میخواهی رقمای کرتا از همه برادرای میخواهین زنگ بزنین او حال پرسی کنین. خدای مهربان همه تا نگهبان باشه. کدامید که خیر میکنین پروردگار خیر شما را قبول بگردونه. برادرای عزیز فراموش نکنین که یک دو انشالله با هم رخدو ایرا میگیری. ایرا یقین تو از پروردگار انتظار شو، برای که پروردگار وعده پروردگاره که ما ایرا چند کرتا برای تو بر میگردونم. الله تو برادران از علی اسلام، ما در بیمارخانه شهر تنبوف قرار داریم. همینجا بیاتون باشد در 22 اوگوست 2023 در راه تنبوف مسکو صدمه دچار شده بود که در آنجا دخترچهای ما هم بسیار معیبی سخت شدن. اینه در شهر تنبوف 20 روز می شود. در اینجا خوان به حد وضعیت موازین باشیدگی یا اینجا همش سماکی بوده. یک روزی خوش 3410 روبل روسی بوده. برادران اگر دستون میرسیدگی باشه یک کمتر کمک کنید که همینجا کمتر وضعیت موازین باشیدگی. خدا در پناه خدا باشه. خدا نگهبانتون برادران.